نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به یکی دیگه از محبوب ترین کاراکترهای فیلم‌های اسلشر که جدیداً پاشو به دنیای بازی باز کرده. کاراکتری که خیلی از ما از قدیم تا به الان با فیلماش خاطره داریم. گوست فیس. گوست فیس، قاتل نمادین مجموعه فیلم‌های ترسناک اسکریم، حالا راهش رو به دنیای مورتال کامبت باز کرده. اولین چیزی که توجه هر بازیکن رو جلب میکنه طراحی شخصیته که نتریلم در طراحی گوست فیس سنگ تمام گذاشته. ماسک سفید و ترسناکش که به نمادی از وحشت تبدیل شده در کنار شنل سیاه بلند و حرکات خزندش کاملا با فضای ترسناک بازی هماهنگی داره. جالبتر این که در جزئیات طراحی گوست فیس به حرکات و ژست های خاص این قاتل در فیلم های اسکریم توجه ویژه‌ای شده. مثلا حرکات گوست فیس هنگام دویدن یا آماده شدن برای حمله دقیقاً حس دزدکی و قاتلانه رو القا میکنه که این شخصیت رو از سایر شخصیت‌های بازی متمایز میکنه. از نظر گیم پلی، گوست فیس یک کاراکتر سریع و خطرناکه. حرکات او بیشتر بر اساس غافلگیری طراحی شده. او برای بازیکنانی که دوست دارن در مبارزه حریفشون رو با حملات غیر منتظره تحت فشار بذارن یک گزینه ایدئاله. ابزار اصلی او چاقوی معروفشه که در تمام کمبوها و حملاتش نقش پررنگی داره. حملاتش ترکیبی از حرکات کوتاه و سریع با قدرت تمام کننده بالاست که باعث میشه کنترلش در دست بازیکنان ماهر کابوس حریفان باشه. همچنین گوست فیس چند حرکت ویژه یا اسپشیال مووز بسیار جذاب داره که حال و هوای شخصیت این کاراکتر رو حفظ میکنه. یکی از اونا پرتاب چاقوه که میتونه حریف رو از فاصله دور زخمی کنه. همچنین یک حرکت ویژه دیگرش استفاده از تکنیک فرار سریع و ضربه از پشته که حریف رو کاملا غافلگیر میکنه. جالبتر از همه اینه که اون میتونه تله‌گذاری کنه و دشمن رو در لحظه حساس گرفتار کنه که این ویژگیش این شخصیت رو برای تاکتیک‌های استراتژیک بسیار مناسب میکنه. بهترین بخش شخصیت گوست فیس بدون شک تا به الان فیتالیتی است. اینجا نتریلم خلاقیت خودش رو به اوج رسونده و از ریشه های فیلم های اسکریم الهام گرفته. یکی از فیتالیتیاش استفاده از یک دوربین فیلم برداریه. او در این حرکت حریف رو به طرز وحشیانه میکشه و دوربین روشن میشه تا این لحظه وحشتناک رو از دید یک فیلم ترسناک کلاسیک به نمایش بذاره. این ایده نه تنها نوستالژی فیلم ها رو زنده میکنه، بلکه نشون میده که مورتال کامبت چطور میتونه با خلاقیت شخصیت های مهمان را به تجربه خاص تبدیل کند. یکی دیگه از بخش‌های جذاب گوست فیس دیالوگ‌ها و تعاملات او با دیگر شخصیت‌های مورتال کامبت. گوست فیس با همان حس مرموز و ترسناک خودش وارد صحنه میشه و اغلب دیالوگ‌هایی میگه که به شخصیت‌های مورتال کامبت طعنه میزنه. Why do you think I'm so popular? It's your turn to be scared. Why? I'm the monster here. Takes more than a mask and a knife to scare me. Really? They worked on your wife. چند تا از نقاط قوت این کاراکتر سرعت بالا در مبارزات و کمبوهای مرگبار، حرکات ویژه خلاقانه که امکان استفاده از استراتژی‌های متنوع رو فراهم می‌کنه، طراحی بی‌نقص و هماهنگی با فضای بازی و همچنین فیتالیتی‌های جذاب که ترکیبی از وحشت و خلاقیت رو دارن. اما نقاط ضعفش متاسفانه دفاع ضعیف در برابر شخصیت‌های قدرتمند و سنگین مثل شاکان و همچنین نیاز به مهارت بالا برای اجرای موثر کمبوها و حرکات ویژه یکی دیگه از نقاط ضعف این کاراکتره. گوست فیس در نهایت بدون شک یکی از بهترین شخصیت‌های مهمان در تاریخ مورتال کامبت. طراحی عالی، گیم پلی منحصر به فرد، فیتالیتی‌های خلاقانه باعث شده که او نه تنها طرفداران فیلم‌های ترسناک بلکه بازیکنان حرفه‌ای مورتال کامبت رو هم به خودش جذب کنه. اگه به دنبال یک تجربه تازه و هیجان انگیز در مورتال کامبت یک هستید، حتما این قاتل روانی رو امتحان کنید. Do you like scary movies? He's a dude with a knife! What's your favorite scary movie? What's wrong? Afraid of a little jump scare? اگر از این سبک ویدیوها خوشتون اومده حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون هم راجع به این ویدیو بنویسید و بهمون بگید که کاراکتر بعدی کی باشه. دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار.